خوب دوستای گل خدمت شما عرض شده که اون منطقه خان بود، یعنی منطقه رعیه ده. این سبزی و شادابی سعی که اون خرابی و تل خاک سعی که یعنی که درخت تودی مرد که تا حال دیگه بلگ نکده تودا توده و هم اگر دروگوی نشنم هم تود و هم انگور، یعنی ریشه کلان است تود اونوایشی اون خورد ترگایشی اونوایش از انگور. این دوستا اینایش کسا شاخه انگوره که شاخه بوری نکده، اینا شاخه بوری نشده، اینایش مونده انگوره. این تو چی بنده در مطور تو دم نم نیر بخاطر نمزی انگور زیشته این میتره چی یعنی درخت دیگه زی بنده خدا رسه که چی خوب گل گرفت، چی قشنگ گلایی داره. یعنی بنده خدا که دیده ظلم نبوده، درخت زی غرق گل چی بلند درخت هم هست، قد بلند از این تنی ضعیف از این اصلا باور نکردنیه. منطقه رسای کن یعنی زمین شخصی انزی نفر اون خانهش اونجا قلایشون دو آخیرون منجی قلای انزی اون زمین از اون خانه پیشتر که بخششون در تاثیر گرفته بودن که سوز بود اون مردم ملت مثلا هر کس برای خود کشت کده و تقسیم بندی کده که تا چی زمانی تقسیم میچله و دیگه خدا بهتر مفهمه. یعنی شخصی بچار گوین یعنی دوستا اینی بنده خدای که درختی گل داشت که ما تصویر گرفتم شفتلای ازی چقدر شفتل بگوشتن. یعنی از یک فضای دیگه آمدیم. این شفتلار دیره بوده دوستای عزیز ما که خود داخل هرات بودیم نزدیک در شهر بودیم خود ما گشتیم در شهر نیم کمی دورترک فاصله داریم ولی اینو لمدیم نمیفهم که کجای اصلا نام زیر بلد نیم یک روستای دوردست است یا خانه های عجیب و غریبیه ولی گوای شیریزی بنده خدا رو سعی کن این شفتل سعی کن از یک طرف دیرونه از یک طرف جاش گوار زبتا اینجا نیخمیز نبستن. دوستا شما سر در میرین کجایه؟ ما خودم که نفهمیدم که ما که اینجا بیم. این کارهای عجیب غریبه یعنی این کار گروی دویم از این شفتل فقط بگی نمیخواه یعنی شفتل دروکتیش هم میمنده گوه خورده دو جاش بستد یکی بفهمه گوه که موس زمین داری بود سر زمین بودی گوه که رقم میخ نمکد بله شبتل تا آخر وقت ما میخ نمکد گوه این هسته که گوه خورد اینی هم خواه کد این ماشاءالله یه هم خواه کد.
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این اشکار نده قبیل وطنی از ما ویشه گجب ککرک سری منه خیر ولی نمی نقشی کم کن نمی نقشی دیگه سر غذاب تو اونو گوشوار که شیخ گرفته که دلش میشم یال باید همین یک دو شاخ بیزرده بغلایم که من خورد و خمیر کنه. ایشو هم معلوم نکردم کجا ماره درخت های هست هیچ کوچه های آرام آرام هیچ کس اینجا نیه. ایشو هم یعنی ترکم درخت های بلند ایشو یعنی درکم که یعنی میگی وسیله چای عمیق را وردن میخواه اینجا چای بیکنه یعنی وسیله چای عمیقه دوستا اینه یعنی ترکم نوله های اینجا یعنی وسیله اینی هم درخت های دیگه معلوم نی نمیفهم که کجا هم دیم سر ولد پیش میگومه یه طرف یعنی رقم خشکی بیابو تو آبادیار چقدر روی دوره اون دودن نفر رو میدونی من نمیفهمم بس که دوره چقدر ریزه معلوم میشه نفر ها اوی بچهش کرده هیچ رقم کوچایی میته کوچه دروازم دیم که سر و آخر دید معلومه نیه که در کجا هست و کجا موره چه رقم همین رقم درخت های کش خب دوستان در کاریه هم دیم که اصلا خود من نامش رو بلد نیم نام از این منطقه رو نمیفهمم که چیز حالا خیلی یک قریه فقر نشین یک روستای دوردسته یعنی ترکم خوشکوی هم ده که یعنی جوی کلان اینال کم وری او ده کافی جویه این جویا خشک ولی دوستا ما از یک گوشه تصویر گرفتیم چون دایر روستا ما نه آشنایی نه رفیقی نه کدوم پیش بلدی هم یک گوشه روستا یک کوچولو تصویر برایشون تهیه بازم انشالله دفعه بعد اینجا میاییم یک نفر پیش بلد یک نفر خوب میگیریم داخل قریه موریم کم کم سیل کن دوستای گل درخت های باغ بین از حیات ها که هستن اینجا کم کم گل کرده یعنی کم روستای فقیر نشین که هست نوم از روستا خبر ندارم و شهر حدودا یک 15 کیلومتر مترو فاصله داره تا یک مقدار ما که با بایسکل آمدیم بایسکل ما پنچر شد اونمون در بین یک لوده انداخته نشتیم خود مندیم از دور یک سوزی معلوم شد یک بادی معلوم شد یک دفعه سوال در ذهن خلق شد گفت بش برو که اینجا چی خبره
بازم نام از امو خان را گفتم و روستایی که زمین های مردم تا زرخ گرفته بوده و چیز بوده. نگاه آمدیم من قلعه از خان را مردم از دور نشان میداد که اولین قلعه در اون منطقه و نمویه. هنوز هم دیم اینا لند پیش هم دیم در این منطقه هم دیم که این ترکمات مایه نکم جاهای یعنی ارشکاسه کد دوستای گل چی خوب گلای داره. نه تو رو با خدا سه کن چی خوب گلایی قشنگه. نه نه چه عجب گلایی با خدا. به 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 چی گلی دوستای عزیز. واقعا از گل آدم لذت میبره. چی خوش رنگ چی خوب چی قشنگ. نه به 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 انا سوزی پودینه. به به انا پودینه انا انا پودینه دوستای گل. انا یعنی پودینه های اینه قدریش ده. یک زمانی بود نه یک شاعر میگفت که به بالا میره و نوتک میاله پودینه گل کده و ده خیاله. خوب حالا پودینه سوی یک ده پودینه کنوز گل نکده اینی گل خوب گل شده.